خب با سلام، خسته نباشید همه دوستان. این زمین 300 متری هم گود برداری شد، شماش هم گذاشتن، 7 تا شم خورده، یکی جلو، 4 تا وسط خورده، 2 تا هم آخر زمین خورده. سنگکاریش هم انجام شده، شنریزیش هم در حال انجام هست که بعد از مرحله شنریزیش انشالله بره واسه بتون ریزی. اونم بعد از مرحله شنریزی بتون ریزیش هم انشالله شروع میشه. صاف که شد بعد میره برای مرحله آلموتور کف. ممنون، سپاسگزارم.